خب دوباره یه روز کاری هم تموم شد، گرفتیم خوابیدیم و دوباره بریم سر کار. بعد این زندگی تو ایرانه منطقی هم است، دوباره بریم سر کار دیگه. بعد آخرم اینم از خونه زندگی من، هیچی ندارم. خب یه از خوشی دنیا یه توتی دارم که میگن اگه واسش آهنگی چیزی بذاری واسط میخونه، یعنی یادش میگیره. خب یه ترای بدیم دیگه آقا، بریم ببینیم چی میشه. دکتر استاپ MP3 بهترین آهنگ جهان. خب اوکی بریم ببینیم چی میشه. خب شیفت کاری تموم شد، دادا بریم خونه ببینیم چه خبره. صبر کن ببینم این صدا رو شما هم میشنوین؟ این چیه؟ نزنین اینقدر جرماده قبا. چیه بی تربیت؟ این چه حرفایی میزنی؟ تو توتی، تو باید چیزی درست حسابی بگی، یه پندی چیزی بگو حال کنیم، مثلا یه پند درست حسابی. آفرینش اوضاع همه ذهنی. قشنگ گفت، قشنگ، خدا وکیلی قشنگ گفت، اینو دوست داشتم. یه دونه مثلا یه فوش آبدار بده، مثلا وقتی بردمت بیرون مثلا به کسایی باشون مشکل دارم فوش بده. آره آمدی مادر کس. نه خوبه، نه کارشو بلده، نه خوبه. اینو که شیطان ریده و بس، اما خدا کیه؟ پدر